هاما جون سلام. اومدیم اینجا خونه لیلا تو فلوریدا. گفتیم یه ویدیو بگیریم که شما هم ببینین از راه دور. اینجا هم اتاق لیلا هستش. این کیه؟ این خانمی شما کی؟ سلام. حالا چطوره؟ جا خالیه خیلی. امروز صبح داشتیم میرفتیم، داریم میریم، من امیرعلی داریم میریم. قراره 112 تاکسی بیاد عقبمون. لیلا هم داره کاراشو میکنه، روز اول کارشه، داره ساندویچشو درست میکنه، کاراشو میکنه و زودتر بره. جای شما خالی؟ جاتون خالی بود این چند روز. خیلی زحمت کشید لیلا، خیلی خوش گذشت. خیلی خیلی. آپارتمان مامانی هم داره، حالا امیرعلی نشونتون میده. این چمیدونم نبیخ. خب این کوچشه، این کوچ لیلاست. لدر سفید خیلی شیک. اوه ریل استیت ایجنت بفهمم. اگه خواستید من دارم میفروشم. اینجا یه دونه فضاییه که میره تو، تختشو گذاشته. تختشو نگاه کن گنده. ببین درست کن. لیلا گفت نمیخواد، مامی میدونه دیگه من چجوری هستم و اینا. اینجا تخت خوابشو درست میکنه لیلا. ماشاءالله تختش بزرگه، خیلی بزرگه. من و لیلا اونجا میخوابیدیم راحت. اینجا یه پله هستش که میری بالا. اینجا هم کتاب خونشه. شلف کتاباست. این هم لیلا. هلو. سلام لیلا، چطوری؟ خوبی؟ یه حرفی داری بزنی برای ماما؟ نه همین بوس بوس. ببین اینم آشپزخونه شونه. بذار چراغ روشن کنم. دیگه اینم آشپزخونه خیلی مامانی داره. تمام چایی درست میکنی، قشنگ یخچالش، تمام کلازی به به به، مرتب ترتمیز. آره خیلی ترتمیز مرتب. اینم کورنفلکسی که میخوره. صبح برای خودش درست میکنه. اینم میز نهار و شام و اینا. این تو هم کلازت کوچولوه. اینم یک کلازت دیگه هم هست. تو این اتاق هم دستشویه که الان لیلا اون توه. این درم ماره در ورودی خونه است. ویو رو نشون دادی؟ الان ویو رو هم نشون میدم. حالا وقتی کار تموم شد. اینم تلویزیون عالی. اون کنارش هم پرینتر و استریو سیستم و اینا. اینم میز کافی تیبل کوچولو. اینجا هم منظره است. منظره قشنگ فلوریدا. ساوت بیچ ببخشید، ساوت بیچ. اینجوری حالا زوم میکنم قشنگ. از پنجرش معلومه. آره. اینم داونتاون فلوریدا هستش. اون ساختمون گنده ها رو میبینی. سرکار لیلام از اینجا میشه دید. حالا نمیتونم بیشتر زوم کنم. اینجا هم ماشین قایقا هم اینجا پارک میکنن اگه کسی قایق اینا داشته باشه. اینم استخ لیلاست، آپارتمانشون. طبقه دهم آپارتمانش هست. دیگه اینا دارن میخندن اینجوری که دارم حرف میزنم. خب خوبه دیگه. حالا میریم به طرف دشتی. خانم دشتی اویلیبل کار داری؟ بیام. اوکی دوکی. اینم دشتی شازده خانم. اینم همون ترتمیز شیک. اینم اون جوری که همون میگیره شیلنگا خراب کردیم. این یه اشکالی پیش اومد. این یکی همین این اشکال پیش اومد. اشاره کردم. اینم مال توالت. اینم سینک. شیشه خیلی هم جالب. بذار بهتون نشون بدم. خودم منم کیف کردم. ساری اینو روشن میکنی، آب اینجوری میچیکه. ببین چه باحاله. خیلی باحاله. اینم لیلا. هلو هلو.
اینم من الو دیگه اینم از خونه لیلا مرسی مبارکش مرسی. اگه کاری چیزی داشتیم به این شماره اگه کاری چیزی داشتیم به این شماره. آها یه چیزی هم هستش، این در این دشتی این در این دشتی از اون صداها میکنه. وقتی اومدی اینجا بدون که بعد این در رو بلند بکنی بعد بکشی. الان صداش معلوم میشه. این صدا وایسا آها دیدی آها بعد بلندش کنی بعد بره دیدی آها ما رطوبته. آره خب این از این. اینم شیرینی گاتا اگر یه خوشمزم هستش. تو درها جای شما خالی هما جون دیگه خوش آمدید. خداحافظ تا بعد.